این فکر که یک نفر بیگانه را گرفت نمیکنه قبول. امی اولش سعی کرد به سر ما چقدر جنگ و جنجال شده می خانه نه. امی سلما چی کارا نکرد، چقدر مادر ما پر نکرد نه. اینا لیگه پاک سر آرزو زدی آها دیگه با جنگ جهانی در میگیره در اینجا. سعی که خو اینا ما یک کار میکنیم که کینه، کدورت، جنگ تمام روز دیولی بزن بکن از این چیزا کلش ما خلاص کنیم. دیگه باز من گفتم سینما و دیگه خیلی تفاوت داره. ساده صفی یک آدمی هستی هر چی سنده کلان خورد داره، خانه داشته باشه اگه لقمه بتته اون دخترکت مکتب بره یک روز روزگارت خوب شوه. میکنه دخترها خیر بینه دختراست کار میکنه. ما در کجا کار میکنم؟ ما از وقت تمام روز دیست کردیم دخترها گاهی داشت پس خانه میبینم گاهی خب میرم همونجا کچان میشینم تنها سلام کم وقت و کار میکنم ما کچان میشینم ما در جا نگذره. باز شله گرفته که ما چون ببین ما برده بود خانه خود نی پت از ما دیگه اوجا امروز از بچه‌ام دیده ببین دیگه گفته که آرزو رو بتین به ابی. البته کاکا خارج نبود. خب پس آمده میگه جان بیبی خود دمی خانه ورزنم هستم. بخی کجاست پدرت؟ پدر خانه است بیبی جان. خانه است؟ چی گپاست طرفایتان؟ والا قراری است گفتم باش اول بتم یک بار بیبی جان که اینجا پدر میگه پیدا کنیم. بیا که نمی پیش میزر مامان تو رو میریم آرزو رو به تو بگیرم. حاضر نبودم پیوند کن. چرا از این نبودم پیوند؟ حالا بیادر گل باو داد نرکم گل باو بتیر خواستگاری میریم سعی دختر بابرو بازدت میگیریم برای دیگه زر مامایتان بیچارگت چی کنه تا بکای دختر جوانا نگاه کنه. جوان میبری مرا بیا گمش کو از مکه نام خدا جوان هستی بیخی تو جوان هستی آمه گمش کو مخ کپ است مکه آیا کجا میری تا میشی؟ یا اینجا کستا چای مکه من تو خیشوزی میچینی؟ نه هنوز نه سرزه باش که از کلان شک باز بچینی مکه سبزی دم این پنیرک پنیرک هست؟ این خوار جان سقی چاو خدا نکن ای ما تو خوار هستیم قول خواری دادیم چطوری؟ چرا؟ ما اول دامان خدا و دویم دامان تو را گرفتیم صدقی چاو خوار نازم خوار مقبولم امرازم توستی هم گپم توستی دیگه که از خاطر نواسید خدا خیر کنه ما ایت کلی من همین یادم میاد نان خوردگی مقبول دوی چرت فکر لالای مرسی قالا نشی تو سلام علیکم چطور هستی؟ خوب هستی؟ جانک جان ساعت من شکر تو خوب هستی؟ باش گرفت چای نگرفته آمدم چطور که پرده رو خبرم پشت پرده سنبال باید میخواه پیش ینگی من ببینم چی گپاست خوب هستی؟ شکر بالا بیشی بالا بالا بیشی خوب هستی؟ شکر فضل خیال داری چطور است؟
دخترا شکر خوب است الحمدلله. خودت خوب هستی؟ شکر زنده باشید. چطور دختر بچه خودت خوب است؟ شکر کلگیشون خوب هستند. کلگیشون شکر خوب هستند. چطور که نانو جان پیاله چای تا گرفته آوردی؟ فقط که در خانه انگیز چای پیدا نمیشه. چای فریمان است. من گفتم باش کلامی یه ذریش خوردی مقدارش مصرف نشه. از اون خاطر که خود گرفتم آوردم. خوب بسیار خوب کرد. شیرینی بیارم کاتش میخوری؟ نه. چی دارین؟ چاکلیت دارین؟ چی دارین؟ چی دلت میشه نانو جان؟ چی دلت میشه؟ تو خوراکیسی، تو خورنده هستی. بیا دیگه کار کردیم بس است. بخی باش که دروازه را اشتر بزنم که قطرق میکنه. چی دیزو خراب شدم تو. مادرم رفت که خانه شما. خب پیش مادر؟ رفتم اونجا. از خاطر چی گپ بود؟ از خاطر گفت که چی کنیم اما آرزو رو دست کی بگیریم اجمل. ای خدا جانه خدا کنه شما خوب خوش است. نمیشه مریم جان. ای جون سلما قبول نمیکنه این میگه به. میگه یک نفر کم نبود که در خانه دادیم که دیگه آرزو رو بتیم. والله اگه قبول بکنه. حالا موضوع شما و از او فرق داره. او را خود همسای مادرم میره لالا اجمل. مریم جان ما خو مشکل ندارم خوارم است. ما هیچ کدش مشکل ندارم. اما سلما ایگه په خبر شوه که با امین به خاطر آرزو رفته خانه ما باز گوشو بینی مادرم پرست دیگه باز نمیکنم. خدا کنه شوال چی ما بیگانه نیستیم در یک اولی آردیتان پیش تو نمیشناسی اونا سلما چه رقم آدم است؟ از دل گرم گپ میزنی. از دل گرم از دکاندار پیاز آوردیم، کچالو آوردیم، سیگرت آوردیم. این 3 روز است که بانه میکنی که ولی کار نیست که این رقم است کو رقم است. همسایه‌ام کسی زنگ نزد که یک کالا مالا میشوشتی. قلم فروشی هم نمیری، اوسون هم نمیری. با خدا مرا دیوانه ساختی دیوانه. چی کنم ما چمکت تو؟ پدر جان الله حسانات زنگ نزده برم. یک قلم فروشی که برو میگم رشخندی میکنه مردم. حالی اینی را ببر که اینمی یک ذره گریان کنه، یک سیلی دیگه موجه برش، یک دیگه کو که دل مردم بسوزه، یک چیز ترابطه. حالی تو میری که تو میگه و تو میگه تو دیگه گپ مردم اینجا دیگه داستان نکو. اینه تو کجا بودی؟ تو چکک کرد سر بامبا اینه تو بیسر خود ما بیسر فامید نه تو نمیری کار نان نیست سو نیست. خیلی چطور کنم من امروز آمدیم خانه تان دیگه هرچی برم پخته میکنیم به مدل خود خوبش روغنی خوبش پخته خوابی الان نانو جان نخوا که میوسو میگی من چربی خونم دار گمش که دنیا 4 روز از بلا در پسش بیز خرفتانی هستیم امورش کم سیر بریم از دنیا. خب چی دلت میشه که دخترها رو فرمایش بدم پخته کنه برات؟ خب خیر گمش که باز میگی من زخ وقت هست تک چاشت یک چیزی میگم من بگوی قار نمیشی؟ نه تو چیگر گپ خوب خانه نکشی. حالا نه خدا نکنه خدا تو دست پای نته تو زبان نته که من تر از خانه نانو جان بکشم. گپ خوب باشه خفه نمیشم، گپ بد باشه حتما خفه میشم. نه دیگه بد خانه از دیگه بعدم گذارم بیادر خودم میگه خود دیگه کنه که گپ بد نیست چرا خفه شد. خلاص دیگه همین بچه مجمل چه خوب بچه است نه؟ کاریگر بچه خوب بچه بسیار دورفکر دلسوز. بچه خوب است واقعا. من میچرا در میخوانه که بسته میگم موجود صبر است اما تو رسی یا نه؟ تو مگم مجمل جان بغلامیت قبول کنیم یا رزو جان همیتی دلت که سلما جان همیتی؟ وی خور مادر تو چی میگی او خور میگه از یک باغ یک گل. حالا ما اون یک دختر ما گرفتی دیگه دادیم دیگه. حال دیگه ایش چی میکنی؟ سلما جان خب خودت معلوم است که دست پای میخوانه من بچه میخوانه. آرزو جان خب خورد دختر هستن. خیر است اکثر قیصر چنپوشی گپا نگرد. من تو معلومات زیاد میگوید. بیاد که اینجا بشینیم بیاد. ای ما تو را باید صاف شدن چی؟ پای شلشت خود. مام زیاد صاف نمیتونم. خوب خود. اول از خدا میشه دویم از تو میشه. میترسی؟ باش که نبین دختران ندین باز میگه اینا دست از جام کت از یکیست نه شعار هستی بقران خدای تو شعار هستی. باز اینا میگه که چرا ببین طرفداری ایور زن ما میکنه. خب او خاطر میم باش کمی برو نیست کنه گیرم کارو بارا خدا این در پوستشون در و یه رقم میشه دیگه میشین این نواسی تبرم بدی اون نواسی مخدیدی تر با خدا کجای شایب داره
قربان توی که مرد دست کم میگیری وقت گفتم گفت چیکار؟ نه خیلی من میمونم چیکار؟ من اون نواسیت خانم جایش خودت لالایت کلیش تو فامیلش من خوشم آمده گفت گردانی من چی میگی دیگه وقت گفتمش گفت اگر بیا در قن وقت گفتمش مادر چه رضایت نشان دادن ندن که دلم جمع شود اون خوی قدر رضایت نشان نمیداد میگه که قصد دیگه دختر من نگیره حالا گفتیم چی بیچاره سکونه داره که قصد از او رو بگیرم تو چی کار داری؟ بابا چی کرد مکتوم همین دختر رو تسلیم مکو همین دفعه یک دختر تق دارم میانه امودم تسلیم مکو که من بتمونه امی خوب شد خراب دگرانم نواسه یک شخص خودت داری به اون رقم منت رشخان شدی بیا برو بیزن نمو باید خوش نبودم بچم چرا ولی اگه قبول بکنه کسی خب شاید قبول کنه نه مادرم سلما که یک بگه یک مادرم قبول میکنه دو بگه دو قبول میکنه کجا دیگه مادرت خودش میفهمه بچم دیگه مقصد نمیفهمم سلما رو باید نمیفهمم چرا خوش هستی تو قدر خب خوب است که شما دیگه آرزو بیا یک نرسه ماده میخونه ما واقعیت ما برات میگم هیچ اینمیان اگر ما دلم خوب صحیح سرد است به خاطر از اینکه سلما نه قبول میکنه نه میمانه و ها راستی یک گپ دگم برات بگویم یک دفعه خاله ماما میگه به یاد کرد پیش مادرم که می آرزو را به بچه خود میگیره دیگه باز یک پارا سلما شنیده باشه و امیم رفته باشه پیش مادرم دیگه با سلما خبر شه باز میگه نه این میل از دروازه بر آمدن نمیتونم از خاطر دکاندار خب چقدر بازیش بتم گفتم که اگر دوالم پیسه سرش دارم میاره خب تو خود نمیاری نه پیسه آوردی نه دگاه آوردی این میره فقط نازدانه وری اوسو میبری ایسو میبری ولی نامخور نیست همین مثل خودت برو یک راه حتی انبال شدی تو با قرآن که از کدام میوان نباشه که هیچی در خانه نیست او دختر تو کتمی که میری چون یک موسیقی در موتره چیزی نمیتربی چیال داری؟ خاله جان بیا خاله چیال داری؟ خوب هستی؟ چیال داری؟ شما خوب هستی؟ بیا اینجا یک میشه دخترم بیخواست اونجا؟ بیا خیلی بانی جانم بیا بیشه دخترم بیا اینجا بیشه سیز خاله نمیده میشه بیا بیشه دختره گل خاله جان سیگرت خود سرت بد نمیخوره با خدا بوش خود سردردم میکنه چی کنه میکنه خدا ببخشیتون دیگه نباشه نگم نمیتونم این مردا خود نمی کارشون است که دیت نکش نکنن چطور هستی خیلی تیز خانواده شکر به خدا کلگی جور است کلگی سلام شکر که جور است سلامت سنمی دنیا است دختر شیرینه خاله جان جگر خونه سنگم روزگار خراب حالت روزگار سر کلگی خراب دیگه نه سر ما بیخی ما خود دیگه برای چیز گفتن نتونست چرا باز چی گفتی؟ چرا بو خاله جان؟ یه بزنم قارب نده نه خاله کن کارم چرا به شخصیت شام تو کمی آمدنی وقت بر من یه چای میاری خیلی دلم میشه خیلی کم پرتی دخترم کم بیرون چای غریبانه نه منم نه غریبانه چی میکنن هم خدا غریب آدم هیچ وقت نمیگه خیلی نوشه که جانه بخواه خدا که میگه من دخترم میخوری پدرم؟ نه منم زن بیادر جان هم آرزو جان البته سلما جان نمیگیریم به خاطر گفته خودت دست پایت هست همون کار میکنه یک جوری و ناجوری تا دوام مواد میشه هم آرزو جان برای اجمل البته کردو خوارکا باشن هر دوشان مثل اولادت بچهت باشن وقت ناوقت جوری ناجوریت میاین پیش حاضر میشن تا که میگادم یک مطرس میگه صد خیش یک همسایه پیش حال فکر که من همسایت هستم هم ننویت هستم نمی‌جای بچه‌های مثل اولادت یک جوری ناجوریت میشه یک سودایت میشه یک گپت میشه دستی که به زبان درست میگی اجمل جانی بر سودای ما بیار یا پیش دکتر ببرم یا برم دوا بیار بیگانه چیست در خام خوب است گپت بسیار با گل به درد شو گپ بسیار خوب زدی اما ننو جان صدقه چم من صلاحیت دختر ندارم او صلاحیت چم سلما خورش داره او خورش که او را شوی نتا دیگه ما او را شوی دادن نمیتونم با سلما جان میره شفخانه و نمو دختر است که دادم رویم است همین صلاحیت آسنات هم سلما داشت
هیچ خوش نبودم که میدادن. اینی که رضایت دارم گفت صحیح است خدا. اینی تا بگو به من صلاحیت بده بگو ما مادر کلان هستم، حق دارم، اختیار دارم، نواسیم است، زامتش کشیدیم، ناز دادیم، بازار دادیم، یگان چیزکا برش خریدیم، یگان جور کلا اولاد خود گفته دیگه تو که صلاحیت یک دختر تا به من ندی، من از مادری خود حق میکنم. اینا تا بگویش چی تو خنگ تو خور خندم بود بیچاره گفت برو همون سالاتش در دست وقت آخرش برات میگم. گفتم سالاتش در دست تو برو دیگه خیلی گفت برو خودت رضا که دخترم رضایت از رو مونده که من برم دختر را راضی کنم. میره خود گفتم مادرش به من ماند دخترم از چه رقم بگویم دخترم واسه عاجز است. اینه یک تاکس نواسی ما بگی، یک تاکس نواسی ما بگی یا بقرآن اینه گرای آسان یا یک این یک فیلم برداریش کن. نه خلاص آرزو چقدر بگیریم؟ 1.5 کیلو بگیریم. آره ما چیم گوسفند بگیریم گاو یا مرغ؟ خوره یک زن کاکایم خورده نمیتونه گوشت مرغ گوشت گاو گفت گوسفند بیار. اما مرغ صحیح است که یخنی هم گفته بخورن کم سرخ هم کنیم که دلشون شیمه شوه. کم چرب نفر زیاد است که مرغ صحیح از گوسفند کده. اینا اگه گوشت گاو بگیریم مجبور بیبیم نمیخوره، زن کاکایم نمیخوره، با چی فایده ما تو میمونه؟ ما تا مقدر اشتیا نداریم که بخوریم. صحیح خیلی مرغ میگیریم. خیلی کاکا مرغ بده نه. صحیح تازه است نه کاکا؟ دختری گلی صحیح پخته کردی سکو ما که میایم آشپزی میکنم خب کاش تو پخته کن یک گلی مونده خانه آشپز خانه تو جور کردی؟ هم کار داخل تو نه امروز آشپزی ما میکنم دست پخت را بخوریم صحیح به امیرم بیا قبری نکریم بیا زرمون بدلش مونده که چیه با گوشت را میکنی پست بگیرم بسی جان چی؟ پست چه بگیرم؟ بگیرم سلما چی؟ وقت جنگ یادت میه امیم میگه ارمان بدلمون یک خوره کباب برم ناوردی یک چندان میوه برم روان نکردی بگه امیر یک قاب روان کنیم برش خوب روان کنیم یا پخته؟ شهناز آسنات هم هست نه؟ گفت یک قابک بر شوان میکنی که دل شرمون نمون ارمان بدل نموره زیاد از بیش ما نمیخوایم زن کاکایم خوراک نداره بیا خوش بیریان نکنیم؟ نه بیریان قورمه کنیم ما تو بیریان خورد نمیتونیم با زن کاکایمشون نمیخوره ببینیم زن کاکایم مادر برای از میگم یخنی پخته کنیم جدا کنیم یخنی پخته کنیم یخنیش جدا کنیم بازی باقیش سرخ میکنیم صحیح ببینیم چی میشه ایجم کار نداره سلما و مادر ما خب با من مشکل نیست خوارم از 1000 دفعه ما کی خوش نداره که خوار خود نباشه اما سلما اجازه نمیده خود نمیشناسی خودت چه رقم آدم است دختر مامای تصمیم پرسون کنم بازار چی که گفت شاید قبول کنم ما چون میگه از ما پرسون کرد که برای آرزو پرسون کنن ما چون میگه نمیفهم دیگه شاید دیگه سلما قبول یک عروسی شوه یک کالا جور کنیم خوب میشه چی کنیم 24 ساعت دیگه اولی بیاد خال مقال است جنگ است دوست چندین بار دیگه بیادره که آمدم رفتم من دانم نه پاش نشد دیگه زیاد دخترک سدو دارم نام خدا بسیار کاری باری پنج چرا گپ گوش کمی رفسر آمدن ناک آمدن نمیخوره شب نه شفتالو یکی خلاصش کن با خدای دارم امی عملیا قوصله نداره که یک داستانه بشه قوصله نیست شب نفهمم که اعصابت خراب است نه اترام نیست بازم میتدم خراب است همه گفتی تو که گفتی یگان تا که شب نشفتالو هم گپ راست از بودم بسیار از دختر خوشم یک دختر کالیش یک دختر خوب است خودت آدم خوب است خودتان خوب است دیگه دخترک هم بسیار خوب دخترک است میخوایم که این دخترک تخواست از خدا باشه و خدا بخواید برم بیادرکم بگیرم که بیادرم نام خدا خانه جای زندگی موتر زمین کل چیز داریم شکر از هیچ چیز کم نیستیم من تا کمی ما چیز دخونه کنم یکی باشه کم بیادرم گل بار نگاه کنم بیادرم نه عمل دارم یک کدام چیز داره پای وقت نمازه که خودم میخوانم دیگر نام خدا از همه چیز خود پوره هستیم هیچ کمی نداریم اگر خواست از خدا باشه خدا کنه که نگویی تو گپ مرام گوش کن امی گپا در خطایی هم نمیشه یکی
یکی باز کساس که می باغ سرخ سبزم و دختر داره یا پدرش یا مادرش نشان میته باز زیر پلو چی میبره؟ اون دیگه گمش کن میفهم چی میبره عالمی تو دامدن تو برای ما چی جور نمیشه نه با تو چی جور میشه نه با ما نه با این نکو گپ در اولاد در دخترت نمان تو را بگو او را بگو تو از دو یک گفته یکان تا یک چهار جوره کالا پیش کو نکدی آل سلما دختر جوان است خوب خراب دنیا را چی میفهمه تو خودت فکرت در را پر تو بگو که راست میگنی مینا نیم بد نمیگه خوب است هم دخترت در نام نیک بتی بر اجمل بچه خوب است اگر نی اجمل 20 خودش خریدار داره دخترها میال قطار از برش به خاطر خوبیش دنیا در پیسه خوابات نیست در اخلاق در انسانیت در خوبیست چی کنی پیسه یک بد اخلاق باشی؟ با او گپ سعیست ننو جان باز اجمل جان نام خدا کلان بچه شده او نام خدا 35 ساله دختر من او 16 ساله دختر شده او چقدر که ما او رو شوی بتم الو امی آدم کلان قد زن میفهمه که تو این بچه نو چون دکاکا که نفردین از کجا میفهمه؟ بچه مفهوم درسی مفهوم فیلمبرداریش کو نشانش بده بگو اینی بچهش است کمی ببینه خودش عاشق میشه یا قسمت شرفته بشه عاشق میشه نه قسمت است میرش در دلش مفتح تلاش بنی آدم فرض است قول است قول خواریز دیگه قول مادری دختر خدا که رضا کردم نواسه دیگه چیز تر به خدا یک کپی نسوار تام نمیه یک کپی نسوار نمیه وقت وادشی کردنش هست بگویم آن میگه امون 21 سال خلاص دیگه این میال وقت شروعش هست دیگه وقت شروع کردنش هست امو شوه نه امی تو هم یکم شلگی کو یکم بگو مادرمون بگو یکی رو بگو لالاج ملام دیگه کدام مریم جان یک چیز مورد بگم اون خانه دیگه فکر که خلاصه کتما دشمن شدن یک دانش هم راضی نیستن که بیا کتما گپ بزنه او چی میگه او روز که همیشه جنگ و دعوا و جنجال شد نه مادر مامد که مرا لط کرد نه آرزوام خمیجه بود آرزوام خود سرش بد میخوره کلشان کتما دشمن میشه خود تا که دشمنی خب برو تو میگه بشه خب بیخی که ما این آرزو را که برای لالاجمل دادنی هم باشن بیخی که بفهمن که من دیمه خود اینمی خانه هستم ولی بتن نمیتن باز بخصوص سلمایی گپ خبر شو اوه میگه یک دانه بس نبود که بریم دیگه دخترم نمیگم تو که سلما گپ بزن که آرزو گپ بزن اونم راضی کو که بخیر رسی تو فکر میکنی که آرزو کتما خوب است رقم آرزوم خونم گپ سلما را گوش میکنه رقم باشین سلما با خودی چقدر قیمتی است یک گلم پیسه را بردیم آخر چی خریدیم اینه که یک چیزا آه بخدا خال تو خود شهر بازار زیاد نیستی مگه ما بریم باز مگه میگم قضیه خیر کم مگم زیاد قیمت شده اینه که یک گندنه و ترکاری بیاد دسته پایین از اینکه از رومی کرده باز روب میاریم دیگه فسایست نه رو بیار کاش تو خوب بخدا کنیم روب مانده دخونه آی گپت خود درست است اونم خوب است خوب صحیح میفهمه قد زد تو را میفهمه از اولاد تا از خیاشنای خود از کلاگیره میفهمه تو بیکار موندی بده دختر تا خلاص وی نانو جان کاش که بعد سممی بود مکای صلاحیت چه دارم باز من از خود دخترم پرسان کنم که دخترم چی میگه مادر تو صلاحیت چه بر دختر خود تا که دخترم رضایتش نباشه که دختر مشوره نکنی بدل خود بتی چی فایده اینا گفتی امیال پیشتر گفتی اسنات اور بدل خود دادم چی شد آخر چی شد چی پتی زد به مامان دیگه دخترم کتش مشوره کنم خدا دیگه قربان طرف از اون نبره غرض نیسته ما قبیایم که گفتی یگان تا اینی قانونت بشاره خطاش بره قدمای سر چشمایم بیا به خاطر گپ میای تا که نگیریم نمیمونم بیادرزاده مست بیادرزاده پیشمک آرام نشه هیچ جای آرام نمیشه میبینم بله دیگه من رفتم خیلی بیشی نخیر برو خیلی مقصد من زیاد میایم تا که نگیریم بر اجمل نمیمونم او دیگر بسیار برام دست همه رساند که ایشه برام برسانه تو یک مرد به حرکتت که ما کتش گپ دیم که چه رقم حساب است یکی رو بیار که ما کل قصه و داستان کتش کنم او هم اگه خواست خدا باشه مشکل نیست شکر مسلمان هستی شکر از هموطن ما هستی میگی که کاربار داریم هدف ما هست که میگه کار آرام شود ما خیلی هفتم سر کوسیم یک روز نه یک روز یک عمل ما را میبرم خدا نکنه دشمن تا ببرد دیگه ما تنها میمانم ما بگرد باری خدا فکر کنم اینی میگه کاست که میده یک جو پیشوی ایسای که گپ بک مرا گوش سختی سر
سرام تنها نمیمونیم، بیت نمیمونیم. نام خدا ملک جای زمین ما زیاد است. خدا مهربان است، خدا مهربان است که از پالوی مام خداوند به شما پرت همه چیز دیگه کار خداوند است. همین دلم خواست چون که این دختر بسیار دختر خوب است. اونم قربانت شم دیگه یک کرد نه 1000 کرد نه میرم مقصد در می‌نی نگویی که بسیار خمیده. نه آمدن تو خب پیشتر یک گفتمت نگاه کلان را و شاره است. بریم مردی ما بریم که نگویم که یا چی سر پس دارن چی گفتن دارن. بگویم هم نواسر اگه گیر کردم سایس. برو تو خیوس برو ما برم یک دفعه دست شوی. برو من میرم پیش آرزو میرم که چی بگم. قربان خدا شما بچه کمی ده روز سبر بیارم کل جگر خونی های تا کل پریشانی های تا کل تشویش های تا همش برو بیزی جان تره که نوا کنیم از تو ما رو بشی میرسانی. رفتی راستی اما من میگم تو چرا قدر پشت از این دختر خود انداختی. خیلی دختر خوبش هستن از نگاه تحصیل، از نگاه ادب، از نگاه مقبولی، هر همه چیزی دختر سر از سر. بچه مخ ذوقت را میفهم جانبی بخواد. خو از این موضوع شروع کنیم کم کم خوب میشه. که ما خونه بخی دشمن است. اینمی حال خونه میفهمن که من اینمی خانه است و ما اگه ما که برم بگویم که مثلا ما که فردین میرم بخی جدا میشم نمیکنه قبول میگه که همین باز سر ما دیگه یک جنگ و دوام اندازه. نیست اوگه پور هیچ فعلا فکرت نیار. حالمت تو چی میگی تو چی میگی؟ میگم که قبول نمیکنم. من میگم بعد از این جنگا و دوا یک محفل شوه یک دیگه شوه یک کالای صحیح جور کنیم. امی کدام آرزوام تو گپ بزن خود تا بکه ای رقم که باشه او دشمنی کرد خب نمیشه ای رقم ما خوب خوش هستم دیگه انشالله که شوه. نمیفهم من دیگه ما فکر نمیکنم سلمایی گپ قبول کنم. کجا میری بچه؟ هیچی که تو تا آشپزخانه برو مادر. خود چی شد آرزو چی شد؟ آرزو خو سلما رفتن شهر پشت سودا رفتن. من میال آمدم شاپیره آمده بود. حالا می آرزو را گفتی نگفتی مثلا نه مادر جان من دیگه گپا کار غلط ندارم. من هیچ وقت گفتن نمیتونم مادر جان. خودت میفهمی کار خودت گپ برش بزن من نمیگم. میفهمی شاپیره هم پیشتر خواستگاری آمده بود. خواستگاری چی؟ برای آرزو بیاجی اوس خواستگار شاپیره ایس خواستگار خوارم اوا اوس خواستگار ما حالا یک دختر چند تقسیم کنم برای نصفش برای همیش بتم نصفش برای خوارم بتم چی کنم کیس نام بدی خونیست میگه 100 نفر یک نفر میبره سعیز دیگه مادر جان من دیگه کار غرض باز خود در پس که من پیش هستم دیگه تو برش خواستگارش هستم خب سعیز که تو خواستگارش هستی با تو بگو مادر جان من خودم میگم آرزو را فهمیدی خب سعیز خودت گفتی که بگو دیگه بگو حالا من با مو خاطر زبان پر نمیشه که بر دختر بگو خودت بگو خود کلان هستی همین که آمد این موضوع رو برش میگم تو خود نگفتی چیزی نه من گفتم هیچ چیزی نگفتیم بار مادر جان تو بگوش باز تو بر خطا میشه فقط نیستی که بردشه چه رقم دختر هاست چقدر مانده شدم کدام چیز خیادمون نرفته سیر گرفتیم گرفتیم دینیست سیر چی تو از یاد ما بره بازی خانبوی میته نه سیر گرفتیم من خبرت یک زدم که یک مرد رایی کو یا خودت یا تنها رایی کو ما که توزو صحبت کنم که ما چی میتونیم او چی میتونه مشکلات ما رو در نظر بگیره ما این توتی جگر خدا برش میتونم اینمی است که این کالا مالا و چیز میکنه یک کاربار رو میکنه میرم خب باز چندین بار پیش میم نفر رو میارم گفت میر اتو نیست که ما بگویم که من نمیم 100 کرتون بگویم میم تو این پوست سیر شوم میم مقصد در این نگوی خیلی حالا جنده چند دفعه چه دارم نمیتونم صد کشم شکر که بیادلم بود شکر که ترا دیدم کار دارم ناتم پناگه کتم به خدا آرام باشیم خوش باشیم بچیم خدا کنه که گپای دروغ نباشه کم چلباز و ریسی یک رو مرد در که کس بیادرت از کاکایت است که مکتش مردانه گپ دیم اگه یک چیزی به من نشد چرا تا یک جنجال ناقه برای سر خود بکشم اگه باز دیدم که یک چیز چرب است یک چیزی که میاره گپای تو رو من چی خبر که راست میگی دروغ میگی و بعدا معلوم میشه این می آرزو جان برای نواسه میگیرم دیگه من مادرتم گفتم با خدا دیگه مادر تو رو نگفت نه نگفتن نه ملالایی برای تو نگفتن
من گفت نگفته سلما برم گفت آه تو تیز که احوال میرسانه مادر بیچاره نبود تو گفت خیره که گفته گپ نیست بچه با خدا اون روزا که خانهش من رفته بودم اونمو خواستگاری میکنه بیگه امرا پشت گپ مردم نه بیجان چطور سرت دونجا کشید چطور رفتی؟ شماره فردین خاموش است او خود چارج نداره امسی عمر چی میکرد لاین از او خراب شده من چی شده او را هرچی در چارج نزد او خاموش شده تلفنش هم تو خاموش برده کل خود خیال خاموش است بارش بیرون کجا باشه دم بیرون هست گفتیم بیرون او در قصه مادر خود نیست و خدا شرم زمانه نباشه میرم مادر خدا کدام روز لط میکنه بچه مخواه او بچه های زوال ساله نیستن مادر یکیش پودری یکی دیگه چرسی این کل فساد پیشه خیلی دوستی با خدا که زاریت نتر کنم کی خانه و جای خودم در قبضه خود نپردم کی میمانم یک خور مرا بدرا که بس نبود آلبرش از آرزورم بدرا کنه اقا دوست دارم بچیم اقا دوست دارم اینه خدا شاهد حال است که همی کل دنیا و جان بخوا که پایت برابر نمی کنم مامزن که کجا دوست دارم قدرت دارم عزت دارم اما تو فرش ظرف اطراف شکر کل چیز تو اکمال است کل چیز داریم شکر دیگه بچه حکم در خارج بود و با جان بچه حکم در خارج بود خب باز از خارج آمد وقتی که آمده اینجاست آمده تارزون مگه خب بیگانه خود نیست ما میفهمم خوارم از که ما چی بدی دیدیم از فقط تو خیلی ما نمیشه خو از خاطر که دلم پر نیست سر سلما او مادرم پر میکنه میگه که اینمی بیخی میگه ما که جواب داده نتونستم تو برو ما باک منم